در دل کوههای خاموش بامیان، آنجا که آفتاب با مهربانی روی خاک میتابد، قصه زنده است، قصه یک مرد، یک ساز و یک نسل که فراموش نمیشه. بابا نظر آخرین دنبورچی قریه، هر شب با نوای دنبورش تاریخ را بیدار میکرد. صدایش نجوای خاک بود، صدای خاطرات. نواسه‌اش یما دنیای دیگری داشت. موسیقی که میشناخت از موبایلش می آمد، نه از تاره های کهن دنبوره. اما شبی رسید که خاموشی برق چراغ خاطرات را روشن ساخت. بابا نظر دست یما را گرفت و او را برد به سفری که هیچ گوشی نمیتونه نشان بده. غارهای خاموش، نقاشی های هزار ساله و زمزمه های از دل سنگ. یما فهمید این خاک فقط خاک نیست، کتابی است که با چشم و دل باید خواندش. در بازار زنها با رنگ و نخ داستان می بافتند، مردها با چاقو و چوب خاطره می تراشیدند. قالین نقش بزرگوهی و درخت بادام داشت. هر گرهش گرهی از قصه ما بود. و نوروز رسید، لاله‌زار پر از خنده شد، تنبوره صدا داد و نه از گذشته بلکه از دل زندگی. آن شب بابا نظر آخرین نغمه‌اش را زد. چهرهش آرام بود، مثل کسی که حرف آخرش را گفته باشد. و بعد سکوت. ولی قصه تمام نشد. بهار آمد و یما با همان انگشتانی که روزی فقط با گوشی بازی میکرد تنبوره را نواخت و کوچه پر از صدا شد. صدایی که از 1000 سال پیش آمده بودند.